پیشنهاد من به کسایی که میخوان وارد بازار بشن، وارد بازار فارکس و ترید نشید. سلام به بچه‌های یکتا اینوست. امروز روز چهارشنبه است و ما می‌خوایم یه ترید خفنی داشته باشیم. دیروز که موفق نشدیم ترید بگیریم، ویدیوش لینکش این بالا میاد، میتونید حتما ببینید. و قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل کردن، اول از همه لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید تا زودتر از 580 خورده ای رد شیم، برسیم به 600 تا و تارگتمون یعنی 1000 تایی شدن بالاخره بعد از گذشت این همه تایم زده بشه. بریم سراغ تحلیل کردن. همونطور که میبینید کلا ما توی طلا توی روند نزولی قرار داریم. همونطور که میبینید دیروز روی خبر CPI که اومد همچین شکستی رو داشتیم و تا پایین حرکت کردیم و من وارد معامله نشدم، با اینکه میتونستم از همین نوایی وارد معامله سل بشم و باهاش به پایین حرکت بکنم، ولی دیروز وارد معامله نشدم. در کل امروز منتظرم تا اینکه چارت من بیاد و این ناحیه مقاومتی که اینجا شکل داده رو تاچ بکنه و بعد از اون که حرکت اصلی بازار، تاکید میکنم حرکت اصلی بازار شروع شد، من بتونم واردش بشم. همیشه دنبال حرکات اصلی بازار باشید، چون حرکات اصلاحی ممکنه شما رو سردرگم کنن و استاپ لاس شما رو بزنن. پس من منتظر میمونم تا چارت من بیاد و این سقف 1996 تقریبا یه جا اینجا میشه، تقریبا همین 1996 1997 رو تاچ بکنه توی تایم نیویورک، تو اوایل کندل اول دوم نیویورک و بعد از اون که حرکت اصلی نزولش رو به پایین آغاز شد و شروع کرد رو به پایین حرکت کردن، من وارد معامله میشم. چه تارگت هایی دارم؟ قطعا تارگت هم مشخص هستن. اولین تارگتی که من دارم این کفی هست که اینجا وجود داره، کف 1978. یکی از جاهای خیلی مهمه که توی تایم 4 ساعته ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا این کف هم ما میتونیم به عنوان یک کف کوچیک‌تر که یه اصلاح کوچیکی ازش بتونیم بگیریم داشته باشیم. این سقف هم قطعا جای بدی نیست که الان تاچ شده و رو به بالا حرکت کرده. بعدش میاد این کف و بعد این کف و بعد کف آخر که کف اصلی هستش. تقریبا همشون توی محدودن، ولی امکان داره که چون که میخواد یه دونه کف قبلی نده یا به صورت شادو ببنده یا هم به صورت اینکه تاچ بکنه و یه اصلاحی رو از اونجا شروع بکنه. پس اینا تارگت های من شدن. همونطور که دارید میبینید دقیقاً اینجا جایی هست که تقریبا همین ناحیه، همین محدوده‌ای که این کندل اینجا جمع شدن، حالا من اسمی نمیخوام روش بذارم، از همین ناحیه ما میتونیم واکنش خوبی رو از چارت ببینیم. پس فعلا منتظر هستیم تا چارت ما به این محدوده‌ای که من گفتم، اون محدوده 1996 97 برسه و بعد از اون وقتی که حرکت اصلی بازار شروع شد وارد معامله بشم. در یک سناریوی دیگه ای که اگر بخواد حرکت اصلاحی خودش رو انجام بده، که یعنی تا این ناحیه 2013 بخواد حرکت خودش رو به بالا انجام داده باشه، بعد از بسته شدن اینجا توی برگشتش و تثبیتش میتونیم وارد معامله بای بشیم که تا این بالا باهاش حرکت بکنیم. باید ببینیم که چه واکنشی دقیقاً به این ناحیه خواهد داد. بریم تا برسیم به این ناحیه. معمولا زمانایی که طلا گیر میکنه توی نقطه‌ای خیلی بد گیر میکنه، زمانایی هم که میخواد از یه جا در بره بد جور در میره. این کلا وضعیت طلا همیشه. الان اومد تا زیر این کلوز کندل اینجا، زیر این کلوز کندل ببنده، من وارد معامله میشم از همینجا قطعا با همون استاپ لاس همیشگیم، چون معتقدم که دیگه حرکت خودش رو به پایین آغاز کرده و میخواد سنگین رو به پایین بره. 12-13 ثانیه دیگه واردش میشیم. استاپمون هم CP رو میذاریم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. 2 ثانیه دیگه کندل باز شد. بریم که داشته باشیم برای سلش. استاپمون هم میاریم این بالا دیگه. این ریسکی که ما امروز انجام دادیم در نهایت و ببینیم که حرکت خودش رو به پایین شروع میکنه که بخواد سریع رو به پایین حرکت بکنه یا اینکه نه. من تا 40 پیپ ازش میام بیرون چون زیاد نمیخوام تو معامله بمونم امروز.
دقیق اگه بخوام تارگت بدم همین عدد 1982 به نظرم جای خوبیه. 1982 الانم دقیقا فکر کنم همونجاست. آره 1982 50 من میذارمش ست شده باشه دیگه، منتظر باشیم که بره به پایین. فقط امیدوارم که از اینجا توی اصلاحینا دیگه نره، چون حوصله‌شو ندارم. بعضی وقتا حوصله‌مو سر میبره، مثل امروز. یه روزی ها اینجوری حرکت میزنه ما واردش نمیشیم، یه روز منتظر میمونیم. عدد پوزیشنم دقیقا هست 1986 82 82 استاپم هم سی پیپ و منتظر خواهیم ماند. تیپیم هم 1982 50 آر به آرمون چیز جالبی در نمیاد، ولی خب چون تو کف کانالم هستیم 1.5 آر به آرمون. فعلا که خوب داره میاد پایین، چون کف و شیکون به نظرم داره زیبا میاد پایین. یکم حرکت خودش رو ادامه بده، ما ببینیم چه اتفاق میفته و با هم دیگه همراه هستیم در ادامه ویدیو به امید تیک پروفیت در جهت روند. خب بچه‌ها یه برگشت خوبی رو داشت تقریبا این شکلی، یعنی تقریبا تا 11-12 $. من رفتم تو سود، من استاپم آوردم پایین گذاشتم پشت این سقفه و تقریبا یه چیزی در حدود 30 پیپ کمتر 25 پیپ تو سود رفتیم و دوباره برگشت رو بالا. من منتظر تارگت 40 پیپی ام و جا هم دوره واسه رفتن. اگر خرکی بازی در نیاره میتونه این تارگت رو من بده راحت، چون چیز عجیب غریبی براش نیست. اگر بخواد بازی در نیاره من حتی بعد از اینکه اگه این کف دیگه پایین بشکنه من بریک ایون میکنم معاملمو. اگر که یک کف دیگه بشکنه میبینید که الان داره اینجوری بازی در نیاره. تقریبا اگه بخوام بگم که ما یه واکنشی هم میخواستیم بدیم تقریبا تا همینجا بود دیگه. یه بریکی داشتیم، ریتست به همون بریکه و بعدش حرکت رو به پایین دوباره. اگر من میخواستم بیشتر صبور باشم و بیشتر صبوری کنم باید این ناحیه واردش میشدم. خب تفاوتی نداره، تفاوتی که خیلی داره، ولی به هر حال بعضی وقتا چون شما یه حرکت های اسپایکی این شکلی میبینید، از حرکات طلا باید آدم کمی بترسه. در حال حاضر هنوز منتظرم این کندل، فکر کنم کندل 15 دقیقه بسته بشه. آره تا 16 ثانیه دیگه 15 دقیقه ما بسته میشه و میریم برای 15 دقیقه بعدی. امیدوارم که یک کف پایین تر از اینجا کلوز به من بده، این زیر بیاد، من بریک ایونش میکنم یا استفاده میذارم بالا سر اینجا اصفهانی زد. رگ اصفهانی وقتی فعال میشه اینجاست. هرس آدمو در میاره. بابا بیا برو دیگه بابا، 40 پیپ حرکت کن برا من دیگه، یه بار به دل من حرکت کن. چقدر حرف میزنم، ویدیو طولانی میشه بعد کامنت میذارید ویدیو طولانی شد، مگه ما وقت از سر راه آوردیم؟ خب منم دارم زحمت میکشم، منم یه حرفی بزنم یکم حوصله‌ام باز بشه. بچه‌ها سابسکرایب هم کنید، سابسکرایب کنید. چه اتفاقی نمیفته، سابسکرایب کنید دیگه. مثلا هر شب شما یه تامنیل از من تو یوتیوبتون میبینید، اتفاقی که واسهتون میفته همینه، ولی به من خیلی کمک کردید، پس سابسکرایب هم کنید. چون که تا این قسمت از ویدیو دیدید، حیف نیست؟ منی که اینجا دارم زحمت میکشم، بعد تازه اینو باید بشینم ادیت کنم، بذار آپلود کنم، تامنیل بزنم، تایتل بنویسم، سخته. تایمایی که طلا بازش میگیره فقط شجریان میچسبه. ریمیکس شجریان میبینید که داره غیر میاد.
داره بازی در میاره، پایین بالا پایین بالا پایین بالا. میگم وقتی بخواد در بره در میره بد جور، وقتی هم بخواد گیر کنه بد گیر میکنه. الان شکست تو انجام دادی لعنتی، کفو زدی، بیا برو دیگه. این وضعیت ما اینجوریه در حال حاضر. کلافه شدم از دستش، واقعا کلافه شدم. بچه‌ها از اونجایی که وقت ویدیوم داره تموم میشه، یعنی دیگه شارژ گوشیم داره تموم میشه، نمیتونم بزنمش تو شارژ، نمیتونم از میکروفون استفاده بکنم و اینکه تایم ادیتم هم داره میگذره، یعنی طبق پلنینگی که دارم باید ادیتمو الان شروع بکنم به انجام دادن و چارت داره یکم اذیت میکنه. الان یه لحظه داریم روی چارت ببینیم که داره روندمون به همون روند نزولی که داشتیم ادامه میده و داره روی پایین حرکت میکنه. معاملمون استاپ خورد. پس شما برای من این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید تا ترید های بهتر و خفن‌تر دیگه ای که تو روزهای آینده با هم دیگه داریم و امیدوارم که سلامت و ثروتمند هم باشید و اینکه شبتون بخیر و خدا نگهدار.